امام بخاری از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: اجتنبوا السبع الموبقات، از 7 چیز هلاک کننده خود را نگه دارید. قالوا، گفتند صحابه: یا رسول الله، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، و ما هن، این 7 چیز هلاک کننده کدام ها اند؟ قال، فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم: الشرک بالله، اولین چیز هلاک کننده شریک کردن یک مخلوق است در یکی از خصوصیات الله. و السحر، دومی چیز هلاک کننده سحر و جادو هست، جادوگری کردن. و سومین چیز هلاک کننده و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، قتل کردن یک نفس مسلمان یا نفسی است که او را الله حرام کرده مگر بالحق، مگر ای که به حقش که قصاص باشه و یا حد از حدود الله. و اکل الربا، دیگه از جمله چیزهای هلاک کننده چهارمی چیز هلاک کننده خوردن سود است. و در سودگیرنده، سودخورنده و کسی که در بانک های سودی و اینا کار میکنن، اینا همه ایشان مساوی هستند. و اکل مال الیتیم، دیگه خوردن مال یتیم از جمله چیزهایی است که انسان هلاک میکنه. پنجمین چیز هلاک کننده خوردن مال یتیم است، چی این مال غصب شود یا فریبکاری شود یا به شکل از اشکال او مال یتیم خورده شود. دیگیش و تولی یوم الزحف، دیگه فرار کردن در روزی که لشکرکشی بر علیه کفار میشه. در این روز اگر یک کسی از امین لشکری که به طرف کفار میرن به خاطر جهاد اینجا رو میگردانه، این هم از جمله مهلکات یا موبقات یا گناه هایی است که انسان به هلاکت میرسانه. و همچنان و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، همچنان تهمت کردن بالای زنان پاکدامن مؤمنه که اونا غافل و بیخبر هستند، بالای از اونا کس تهمت میکنن. پس در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم 7 گناه موبق یعنی نابود کننده که انسان برباد و تباه میکنه و هم در دنیا و هم در آخرت او را ذلیل میسازه. این 7 گناه ذلیل کننده کدام ها هستند؟ وقتی صحابه از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردند، رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان گفت که اولی گناه ها خطرناکترین از اونا شرک است. بعضی ها در ذات الله شریک میرن، میگن پسر داره یا دختر داره یا اولاد داره یا مادر داره، مثل که نصرانی ها میگن. این گناه چی است؟ شرک است به ذات. و شرک در صفاتی است که کسی یکی از صفات الله را ادعا میکنه، مثلا میگه ما عالم الغیب هستم، یا یک مخلوق میگه عالم الغیب است، یا مثلا صفتی از صفات الله را به یک مخلوق میده. این هم شرک در صفات است. و شرک در افعال چی هست؟ که در صفت خلق کردن، شفا دادن، روزی دادن الله کسی را شریک میکنه. و شرک در عبادت ای است که یک عبادت را به مخلوق میکنه، مثل عبادت کردن به یک شخص زنده یا مرده، سجده کردن به او یا رکوع کردن به او یا قیام کردن به شکل عبادت به یک مخلوق. و یا هم مثلا یکی از عبادت ها نذر به نام مخلوق کردن و یا ذبح کردن حیوان در مقابل یک مخلوق یا ذبح کردن یک پرنده. این شرک در افعال است. این در شرک در عبادت بود. دیگه شرک در چی است؟ در قانون است. پیوز شریعت الله مثلا میگه که ما دموکراسی را قبول میکنم یا سوسیالیسم یا سیکولاریسم یا مثلا نظام های دیگه و فلسفه های الحادی را این قبول میکنه به عوض شریعت الله. این شرک در تشریع و تقنین میگن. دیگه دومی مهلک و یا موبقات یا چیزهای هلاک کننده و نابود کننده چی هست؟ سحر است. سحر جادوگری هست، پیش جادوگر رفتن و یا پیش فالبین رفتن و اینی کارهای سحر و جادو را کردن یا پیش از اونا ششتن و از اونا استفاده کردن. دیگه کشتن انسان بیگناه هست. یک انسان مسلمان بیگناه را میکشه مگر در حد از حدود الله یا در قصاص، که اگر دی نباشه بدون گناه و بدون جرم یک انسان مؤمن کشتنش ای هم در جمله موبقات یا مهلکات است. چهارمیش خوردن ربا یا سود است که کسی سود یا ربا را میخوره و یا خودش میگیره و یا میته و یا در شرکتی که ربوی هست یا بانک های سودخور است دی کار میکنه یا وظیفه دار است. این هم از جمله مهلکات است.
دیگه خوردن مال یتیم است که بعضی کسا مال یتیم برشان نمیته، بعضی ها مال یتیم یا میراث یتیم میخوره و یا بعضی کسا اما مال یتیم به نام های روز 2 روز 3 و شب و جمعه و 40 گپا او را میخوره و بر یتیم بیچاره میراث یتیم تا آخر نمیمانه و این مال یتیم به شکل از اشکال میخوره. دیگه فرار است از جهاد در روزی که مثلا لشکرکشی میشه به ضد کفار، از اینجا فرار میکنه و این هم از جمله چی است؟ از جمله مهلکات است. و دیگه تهمت کردن است، بالای قذف میگیره که زنان پاک دامن مؤمنه هستن، اونا بیخبر هستن از جان خود، اینا بالای از اونا تهمت میکنن و سر از اونا مثلا تهمت میکنن که این زناکار است یا این مثلا گناهکار است یا چطور است، زندگی از او خراب میکنه. این هم از جمله 7 گناه بسیار خطرناک است که رسول الله گفته که اینا موبقات هستن، مهلکات هستن، انسان هلاک میکنه و بالاخره آخرت زیر برباد میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب مفلحون سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.